سلام، به سفرنامه کموی من خوش اومدین. خب قضیه از این قراره که دوستم سارا از روم اومد میلان تا یکم میلان گردی کنیم و چون دومین بارش بود من تصمیم گرفتم دریاچه کومو رو بهش نشون بدم. واسه همین از سرنتالیا بلیط خریدم که واسه یک نفر رفت و برگشت شد 10 یورو 40 سنت. برای این آقا تصمیم گرفتم از چت جی پی تی بپرسم کجا بریم و اون هم یک رستورانی رو پیشنهاد داد که پاستای خونگی داشت که و دستساز بود در سس‌ها و مدل‌های مختلف که اسمشو براتون می‌نویسم، حتما پیشنهاد میکنم. برای از تصمیم گرفتیم با اتوبوس بریم بلاجو، اما وسط مسیر پیاده شدیم و به این ساحل خوشگل رسیدیم. اما حتما کفش مخصوص با خودتون ببرین که پاتون اذیت نشه. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. تا یه ولگ دیگه. چاو چاو.